و اینکه حتی سردی توی روابط رو داره به شما نشون میده. اگر توی مسیر کاریتون، توی مسیر مالیتون در نظر بخوایم بگیریم، مجدداً همین مسیر، همین اتفاق، همین سنگینی و همین چشم و نظر توی مسیر کاری شما هست. اما داره شیپور از خبر برای ما هست. خبر سنگینی رو رفع کنید، انرژی منفی رو از خودتون دور کنید، چشم و نظرها رو سعی کنید که برطرف کنید و پشتش میبینم که خبری برای شما انشاءالله هست، خبری که عالمگیر میشه، به گوشه همه میرسه. من یک فوتی هم برای شما از اقوام و حالا اقوام و حالا میتونه آشنایانتون باشه برای شما داره نشون میده. این خبر فوتی به گوشتون میرسه، چون نیت کلی بود این رو هم براتون در نظر گرفتیم. یک مقدار خودتون هم توی یک انرژی منفی قرار گرفتیم، میتونه بابت افکارتون باشه، میتونه بابت اون حس بعدی که ممکنه توی ناراحتی ها براتون به وجود میاد هست. عزیز دلم، سعی کن که این مسائل رو برای خودت حل کنی، پاکسازی کنی، چرم تراپی کنی، به هر روشی که میدونی که میتونی این انرژی رو از خودت دور کنی. انشاءالله که خیر باشه برای شما دوستان عزیز. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.